میترسی همین اصلا این ویدیو برو بیرون. چقدر ترسناکه صداش. وای مادرم سیخ شد. سلام و درود رفقا، مراجعه هستم به یه ویدیو دیگه از کانال بنده. خوش اومدید. آقا اومدیم با یه چالش چالشی که اگه میترسی همین اصلا این ویدیو برو بیرون. چالشی به اسم سعی کن نترسی که چند تا ویدیو بسیار ترسناک امیر دوستم برام ذخیره کرده و واقعا جدی دارم بهت میگم اگر من این ویدیوها رو ببینم و بترسم خدا سرشاده میفتم به بابارش و میزنمش. جدی دارم میگم چون من ذاتاً آدم ترسویم. شروع بخوام دروغ بگم و در صورت دیگه از ویدیو سبک ترسناک اینا خوشتون میاد حتما تو نظرات بهم بگید، لایک بکنید، کامنت برام بذارید و اینکه خدمتتون عرض می‌کنم سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلم بزنید که من پست گذاشتم به گوشتون برسه. بریم با هم دیگه این ویدیوها رو ببینیم. خب اولین ویدیو که میگن دیده شدن شیطانه به عبارتی و شاخ داره و اینجور داستانا رو توضیحاتش که توی حالا میشه گفتش که کپشنش نوشته بود. ببینیم ما هم دیگه ویدیوش رو. خودت بخیر. اینا فکر کنم دارن ولاگ میگیرن اومدن اینو ده. ببین دیدمش. احمدی شو. این جوز نیستش ولی چرا چشاش این مدلیه؟ نبریس شاخ داره نگه اونجاست. خیلی قویه. حاجی اینا دیگه واقعا خیلی دارن، یعنی پشمایی چیه آخه؟ من اگه به اینجا نگاه میکنم یه آینه است اینجا خیلی بد. اصلا آینه جلوتون واقعا نذارید. حس میکنم یکی داره مثلا نگاه میکنه حالا چیز خودم افتاده اون تو. بریم سراغ بعدی. خیلی برای اینم ترسناک بود. آقا این ویدیو رو میگن که جن داشته توی مسجد از اون میگفته ساعت 2 صبح. اینا یهو میرن تو مسجد و اینا. حالا ببینیم با هم دیگه ویدیوشو. قدیمی هم هست مثل اینکه ویدیوه. چقدر ترسناکه. وای نگو که ایشی نیست یا ابد. وای موتنم سیخ شد. حاجی دیدی چی سیاه رو؟ برو زیر عقب‌تر. وایسا. آخ ناکه چه سیاه یوم رد میشه. وای موتنم سیخ شد. وای خیلی بد بود. فکر کنم ترکیه هست که لحظه‌شون قشنگ ترکیه. آقا چند ثانیه استراحت کنیم بعد بریم سراغ بعدی. واقعا خیلی بد بود. خب ویدیو بعدی نمیشه با دقت ببینید چه اتفاقی افتاد. Yes, you've been selected as my target. I suggest you start running now as I'm rapidly approaching your position. آقا من نگفتم اینا ننداز بابا. بابا قلبم داره تونتون. آقا گفتم ننداز از اینا دیگه. قلبم وایساد. من معذرت میخوام ازتون. به خدا من گفته بودم این جامس که استغفرالله. بریم ویدیو بعدی. خب این ویدیو میگه که خدمتتون عرض کنم که یه نکته ای رو داره توش توی کپشنش نوشته و فکر می‌کنم اون اپلیکیشن تیک تاک هم هستش. یه نفر منتشر کرده بوده. چی شد؟ شما فهمید چی شد؟ یه بار دیگه ببینید. این برمیگرده دیگه. این برمیگرده. من وایسا. پشمو فهمیدی چی شد؟ فکر کنم یه بار دیگه هم نشون بده. ببین دو تا خانوم یا حالا دو تا دختر از پشت زنه میان بیرون. این یعنی واقعیه؟ ناکنید یه دقیقه پشت زنه میبینید وقتی زنه برمیگرده 2 نفر از پشتش میان بیرون در صورتی که اصلا قبلش هیچ کس اونجا نبود. پشمام چقدر عجیب بودین. بله اینا البته میتونه فیک هم باشه اینو بهتون بگم. آره اما حالا چون تو خیابونه نمیدونم میشه گفت فیکه. میسپارم از خودتون تشخیص فیک دادن ندادنشو. ولی در کل به نوبه خودش ویدیو جالبی بود. بریم سراغ ویدیوی بعدی. این ویدیو بسیار قدیمیه که اصلا خود کیفیتش رو اگه دقت بکنید مشخصه که مثلا کیفیتی نداره. با این دوربین مزخرف قدیمی گرفته شده و مثل اینکه توی یکی از بیمارستان‌های اندونزی ازش اگه اشتباه نکنم طبق اطلاعاتی که خود ویدیو هم داده
و نوشته که اتفاق خیلی وحشتناک افتاده بوده. فیلم هم نوشته مال سال 2003. حالا ببینیم با هم میگه چیه. Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. یارو فهمید. رفت ببینه چی بوده. اتاق عمله؟ وای موتنم باز دوباره سیخ شد بچه. دخترم فهمید فرار کرد. چی بود؟ دختره بود؟ چی بود آخر در رفت؟ چقدر عجیب غریب. ببین واقعا شاید باورتون نشه ولی موتنم سیخ شد چون خیلی پشریزون بود به نظر من و بهشم میخورد که من یه سری رو تو ویدیو ما چیکار میکنم. بهشم میخورد که طبیعی باشه این ویدیو، یعنی بعید میدونم ساختگی باشه. شاید میگه می‌خواد اذیتشون بکنه ولی هرچی بود دختر آدم بی‌معرفتی بود فرار کرد. بریم سراغ بعدی. و این ویدیو که نوشته که جن زده خانواده علیگرد جورجیا آمریکا ویدیو بسیار عجیب و ترسناک از مادر خانواده منتشر کردن و بیان کردن که پس از نقل مکان به خانه جدید مادرمون دچار تشنج می شود و از خود حرکاتی عجیب بروز میاد. این فکر کنم خیلی ترسناک باشه. خدایا توبه. من با چیز خودت به امید خودت پلی میکنم یا اول. خوابیده بوده؟ چقدر ننه تا یا اول. وای یعنی چی؟ آقا من واقعا خیلی آدم ترسویم و نمیدونم دارم همچین غلطی رو میکنم چون دیدم واقعا از سبک ترسوی خوشتون اومد بیشتر میشه این کارو کردم ولی واقعا الان سر همین من فکر کنم امشب نخوابم. خیلی بده. آخه نگاه کنید یا اول. بریم بعدی سریع‌تر. و اما دو تا ویدیو دیگه مونده. این ویدیو به نوبه خودش میگن خیلی یعنی تا صبح هم میگم پشریزونه. حالا چرا؟ اینو من قبلا فکر کنم خودم تو اینستاگرام دیدم این ویدیو رو. خسته نباشی خوبه گفتم که ویدیوهای پیدا کن که ندیدم. اینو فکر کنم من دیدم. این یه عربه بوده داشته لایو اینستاگرام میگرفته و توی لایو متوجه نمیشه چون حالا ویدیو زنده بوده خب و لایو بوده متوجه نمیشه این موجودی رو که توی دوربینش ضبط میشه ولی فقط نگاه کنید ببینید که چه چیزی تو تصویر دوربینش ضبط میشه. ببینیم با هم دیگه. آره دیدم اینا چه خیلی فیلم برداری میکنن این چیزا رو. نگاه کن جا رو ببین. خب آخه آقا نونه اصلا بده من حسابش. آخه نونه درستی آب درستی. خب مردی که برای چی بلند میشی ویدیو ساعت 1 2 شب بلند شده رفته اینجا. وای دیدی دقیقا همینجا. برو زر عقب‌تر نکن یکی پشت پنجره وایساده. وای ولی آجی فیکه. آک بر سرت که نفهمیدی چی رو دست دادی. این میریدی که اونجا فکرم میشه چیزی شورته. وای فهمید فکر. وای این داخل چیزم بغل پنجره هم بود. ببین یعنی پشمای یارو ریخت. من اگر این صحنه تو میافتاد اصلا دیگه کلا همونجا فکر کنم سکته میکردم. آخرش خیلی بد بود. همزمان دقیقاً بغل همه پنجره ها بود. دیدید با هم دیگه. بریم ویدیو بعدی و ویدیو آخری. خدای شکرت که ویدیو آخره. خدای واقعا شکرت که ویدیو آخره. ویدیو آخر دو تا جوان یعنی دوست داشتنیمون هستن که توی تیک تاک مثل اینکه منتشر کرده بودن مال سال 2019 هم از ویدیو. ببینیم ما هم دیگه. میگه نکته خیلی عجیبی داره. حالا که نکته چیه رو دیگه من و شما بعد بسنجیم. ببینیم با هم دیگه. میخندی دیدید چی دید؟ من چیزی متوجه نشدم. شما دیدید؟ واه آجی وای اینا رو خودت دیدی؟ اصلا نه یه بار دیگه ببینی؟ ببین یه چیزی یه حالت یه عالم خیلی ترسناک که بذار دفعه سوم خیلی خوب نشون میده. وقتی دو تا کلش میاره نام قشنگ پشت اوناست. پشما. آقا خدا رو شکر که این سعی کن نترسی تموم شد. من
خودم کرم دارم ویدیو ترسناک مثلا دوست دارم، ولی مثل سگ میترسم. چرا دروغ بگم؟ یعنی ما هر موقع فیلم ترسناک میخوام اینا میگم آقا ولی فیلم طنز بشینیم بریم چیزای دیگه، ولی دوست دارم. خب اما به خاطر ترسم زیاد دوست ندارم این لحاظی هم نگاه کنم. کلا نفهمیدم چی گفتم. مرسی که تا آخر این ویدیو رو همراه ما بودید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید، کامنت برام بذارید، کانال منم سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش هم بزنید که خدمتتون عرض کنم کلی اتفاق قشنگی قراره بیفته. و اگر دوست داشتید از این ویدیو بهم بگید توی کامنت ها که بیشتر از این براتون بسازم. البته تو خودت دوست نداشته باشی چون من راستیتش موام دیگه ریخت دیگه، موی نمونده برام دیگه. آره دیگه. مرسی که همراه ما بودید. تا یه سلام میرشوره دوباره دیگه. خدا نگهدار.